سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من سعید فاهر هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطوری کاور یا همون تامنیل ویدیوتون رو درست کنین. یه تامنیل خوب و حرفه‌ای که جلوتر میریم و بهتون آموزش میدم که چطوری یه تامنیل حرفه‌ای درست کنین. و قبل از اینکه بریم سراغ آموزش و یاد بدم بهتون که چطوری تامنیل حرفه‌ای درست کنین، خوشحالم میکنید که همین الان دکمه سابسکرایب از پایین ویدیو بزنید و زنگوله بغلش هم تپ کنید و جدا از اون لایک هم فراموش نشه که باعث دلگرمیه. بریم سراغ آموزش. امروز ما دو تا نرم افزار داریم که یکی بک‌گراند اریسر و یکی دیگه هم پیکس آرت که میخوام اول بریم تو بک‌گراند اریسر و داخلش که برین اینجا عکس مورد نظرتون رو انتخاب میکنید که من یه عکس از رفتم و میخوایم اینا بک‌گراندش رو حذف کنیم و اینجا زوم میکنیم و بک‌گراندمون رو حذف میکنیم که همینطور میبینیم خیلی خوب و آسون میتونیم بک‌گراندمون رو حذف کنیم. همینطور که میبینیم من دارم بک‌گراند رو حذف میکنم و اگه از پرده سبز استفاده میکنین میتونین این گزینه رو انتخاب کنید و یکی بزنید همه چیزاتون میره و بقیه‌اش رو با دقت پاک میکنید. بزرگ کنم و همینطور که میبینید پاک میکنیم و همینطور اگه جایی رو هم اشتباه کردید این گزینه قلم رو انتخاب میکنید و الان اینجا جای یقه من یه اشتباه دارم که الان درستش میکنیم. همینطور که میبینیم با این قلمه این پایین میبینین با همین میتونین جایی که اشتباه کردین رو درست کنین که الان بک‌گراند ما حذف شده و این تیک رو میزنیم و اینجا گزینه‌ای داره که شفافتر میکنه عکس شما رو. میتونین گزینه 5 همیشه من 5 رو انتخاب میکنم، میتونین شما هم 5 رو انتخاب کنین و سیو رو میزنیم. این عکس ما الان آماده است. میریم تو پیکس آرت، عکسمون رو انتخاب میکنیم. اینجا من یه افکت بهش میدم که صورتم رو برجسته تر میکنه و تیک رو میزنم و اینجا تو قسمت حاشیه که بریم حاشیه 2 رو میتونین انتخاب کنین که اینقدر فکر کنم اوکی باشه. اینجا رنگ‌های مختلف داره که من بیشتر اوقات سفید رو انتخاب میکنم و تیک رو میزنم و اینجا میریم باز قسمت مربع. وارد مربع که شدین اینجا اول سایزش رو انتخاب میکنین که 16:9 باید باشه. اینجا عکس من یکم بزرگ میکنم، رنگش مشکی میکنم، اینقدر فکر کنم اوکی باشه و اینجا بک‌گراند عکسمون انتخاب میکنیم این خوب باشه. اینجا حالا یکم عکسمون رو کوچیک‌تر میکنیم و اینجا قرارش میدیم یکم. حالا خب اینجا اوکیه و یکم خب این کارمون که تموم شد این تیک رو میزنیم و اینجا میریم تو قسمت متن. اینجا می نویسیم مثلا ساخت کاور یا تامنیل یا تامنیل موبایل و اینجا همینطور که میبینیم متن ما وارد شده و اینجا میتونیم سایزش رو بزرگ یا کوچیک کنیم. اینجا قرارش میدیم. همینطور که میبینیم رنگش رو میتونیم مشکی یا هر رنگی که دلمون خواست انتخاب کنیم و بذاریم باشه که الان این فکر کنم عالیه به نظر خودم و تمام تامنیل ما آماده است و تیک رو میزنیم و اگه کارتون تموم شد تامنیل خودتون رو ساختین میتونین از اینجا این فلش رو به پایین رو میبینین و این رو میزنیم و
عکس در گالری ذخیره شد و به خاطر اینکه واسه آموزش بود. حالا این تامنیل خیلی خوب هم نبود ولی واسه آموزش خوب بود. میتونین تامنیل خیلی بهتری درست کنین تو این دوتا نرم افزار. فقط این دوتا نرم افزار رو داشته باشین تامنیل خیلی بهتری میتونین درست کنین و یه تامنیل ساده رو بهتون آموزش دادم. میتونین که شما تامنیل خیلی بهتری درست کنین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده با لایک کردن نشون بدین که خوشتون اومده از این ویدیو. جدا از اون کامنت های خوب بذارین، به من انرژی بدین که ویدیوهای بهتری واسهتون آپلود کنم و توی قسمت کامنت ها بهم بگین که از چه ویدیوهایی، چه سبک ویدیوی خوشتون میاد که از همین سبک آپلود کنم. سابسکرایب چنل منم فراموش نشه که باعث دلگرمیه. مرسی که تا آخر دیدین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.